گایز خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدیم ببینیم اگر کنترل گیممون رو کلا بدیم به آریان و هر کاری که آریان بگه ما انجام بدیم میتونیم یه مچ رو وین کنیم یا نه. حتما چنل من آریان رو سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن اون رو بزنید و بریم سراغ ویدیو. نه هر چی من بگم دیفنس بزن. دفنس بزن. ساندویچ نامرد. آره نوبت منم میشه. بچه یه پیکک بگیر بیا. پیککس هر چی داری دراغ کن. از تو چستم داری بنداز. ببخشینو. ای نامرد خیلی آدم کثیف. اوی کی تو این کانتنت رو میذاری؟ با چی فایت بدم خب؟ برد بخر آیتم برای خودت. بابا یارو داره میاد. یارو داره من نمیدونم. خود میدونی. فایت بده. مسخره کرده منو. با چی با یعنی چی با دست؟ الان با دست فایت بدی من نمیدونم. من پر پلیرم. من بهترین پلیریم که تا حالا بشریت به خودش دیده. In the name of God. نه آخ بده اینا رو من بزنم دلم خواهد. بیدشون رو زدم آجی. بیدشون رو زدم. هیچی نمیتونم بخرم. باید تو بگی من چی کار کنم. چرا هیچی نمیگی؟ برو سورد بخر. سورد چی؟ استون فقط میتونم بخرم. استون پول بخر. خب بلولش کن بکن تو کولت. بسم الله الرحمن الرحیم. رایان بزنی کونی توی کونی رفتی بزنی کونی همون دایمن جنریتور. خدایا حاجی الان بده گیرین رفت کلا. گیرین تموم کردی؟ من اصلا تو بازی نیستم احساس میکنم. الان من وول تموم کردم. بله چیکار کنم؟ برگرد وول بخر. قدم بیرحم نیستم دیگه. خب دایمند آوردم. چیکارش کنم؟ چقدر داری؟ 4 تا. شارپنش بخر. خریدم. بعدش چیکار کنم؟ یه وینم باید بگیریم دیگه. بیا برید. دونامیو. بله. کل لوتات خالی کن. کجا؟ رو زمین؟ آره. دمتی. خدایا من گیری حالا که کل لوتات دراب کردی برو خودت وولد کن. برم داری آقا. ای بابا خدایا من چی گیری افتادم. سورد بگیر وول بگیر و برو دایمن جنریتور. سورد استون آیرن رو میتونم بخرم و برو. نه برو استون آیرن بگیر درابش کن تو وولد. قدم میرحم نیستم دیگه. نه خواهم من آره. این کارو بکنم. نه خواهم من دیگه باید اون کانتنت. خداحافظ. الان چی تو اینونتوری داری اینو به من بگو. پیککس وول با سورد وول با 4 تا دایموند. برو دایموند پروتکشن میده. امر دیگه ای نداری؟ داری نوعیم. من انتقام میگیرم. اصلا فکر نکنیم من اینو بی جواب میذارم با اینکه کانتنت خودم بوده. میتونم بگم اصلا تکون نخوره از درجا تا آخر بازی. نه دیگه غلط میکنی. خیلی کارا میتونم بکنم نمیکنم. با هیچ کی فایت ندادم. یه دونه بیت زدم رسما. این داره بیشرف یه آدم کیل میگیره. خودتو پس همین الان وولد کن. پروتکشن چند تا بگیرم دیگه هم کافیته. مکس کن. وول بیار. وول بیارم برات؟ کجایی هستن؟ نه بابا شوخی میکنم. فول پروتکشن شو بیا کمکم سراغ پینک. هیچی نخرم؟
وول بخر. نمی اومد هیچ ریاکشنی نشون ندم بهش. گفتم با دست فقط پایت میدی. یا اینا بگیرین در برو پورتیشن. آفرین پسر بود. آفرین. بچه خوب باشین. برای کاکالی میخطی؟ کاکالی همین. کاکالی تیم فایت با دستم فایت میدی. بریم جلوتر مرا نرو. دین بریز بزن. کجا؟ بالا دیگه. کار سختی. اما من نو بریج باید اینا رو بزنم. چونان آرمور بخرم. آرمور آیرن. آیرناتو دراب کن تو بود. چیز گولاتو. پشت چه چستم بر نمی داشتم. چستتو خالی کن بدا. نه این کار نکن. خالی کن. نه بینم. نه دراب کن. خدایا 7 دونه گلد دوباره اما الان 14 یه دونه 70. What one white fight to boy? Hey, play man, go میده. میخواستم میام اینو بکشم. برو وایتو بکش. من چه برو وایتو بکش؟ من چه؟ با دستم میکشی. چه؟ ابسیدیانه برگرد. برگرد. بریم بیس اینا. ابسیدیانه برگرد. کنسله. بیا بزنش. بکشش. بدشونو کاور. بابا روبرو اومدی کنسل شد. بکش اینو. بکشش. بیا اسپریت. آریان روبرو. آریان وین کردیم آجی. ماشاءالله. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو رو نگاه کردین. یه واقعیتی هست که باید بهتون بگم، من این ویدیو رو 25 دقیقه با آریان رکورد کرده بودم. خیلی طولانی بود و ادیتش خیلی زمان می‌برد و خیلی وقتم بود که من ویدیو نذاشته بودم. برای همین یه مچش رو ادیت کردم و تو ویدیو گذاشتم که نه وقت شما رو خیلی بگیره، نه وقت خودم رو که بتونم کانتنت های دیگه براتون درست کنم. و اینکه بیشتر صحبت نمونه. آقا لایک کن، سابسکرایب کن، کامنت هم بذار اگه دوست داشتی این کار رو بکن. اما حمایت میکنی. دمت هم گرم و فعلا خدافظ.